24 ساعت گفتم وقت آمدن تراکتورش یا تراکتورش به انصاف بوده گشت رفت دویم گیش آمد میگه من کار ندارم من چپه میکنم حاضر گیره نگیره همه‌شو چپه میکنم. منزلی دهها ساکنین دهه منس شهرک حصار که در همسایگی با فرودگاه نظامی عینی زندگی میکنند ویران میشود. در نوبت اول 22 حولی و در مجموع قرار است حدوداً 70 حولی ساکنان باید هموار گردد. مقامات حصار گفتند که برای ساکنان 5 ساطح زمین جدا میکنند و تدریجاً به آنها تا ساختمان منزلی نو اجاره پولی میدهند. به گفته ساکنان حکومت آغاز ماه اوگوست برایشان از دیگر مکان شهر حصار زمین جدا کرده بدون پرداخت حق منزل طلب کردند که به زودی خانه هایشان را خالی کنند. من امیر روز اومدن مردکو زبور ما کندن کخنی ما کندن وخشونه ما کندن جای خوراک پزی گلاکما کندن یک خونه دا موندن تمام همه اگارات پگارات درخت رختن جزیر باشید اینا میگن در همین خونه زندگی که ایست شما بکنی با کی پول شوا ما چه خیلی کنی. بخت نیسا 8 فرزند دارد و شوهرش در مهاجرت کاری است. حالا حیران است در خانه نیمه ویران چگونه زندگی و بی پول چطور منزل نو بنیاد خواهد کرد. آدم‌ها خونه‌هاشون سیل میبره یاردمش میرن خونه ما را کنده سن اینا نمیدونن چیکار کنیم بختو اینا پسودا مثلا در این حوالی چه خیلی کنم من. مقامات بر رادیو آزادی گفتند کار بر اساس قرار حکومت تاجیکستان صورت میگیرد و ساکنان را قبلا آگاه کرده بودند که منزلشان را ترک کنند. مبلغ برای منزل ساکنان جدا شده به قول مقامات برای پرداخت آن تنها بعضی رسمیات باقی مانده است. مبلغ جدا شده برای 22 منزل ساکن جماعت شراره بوده نزدیک 4.5 میلیون سامانی را تشکیل میدهد که آن را مرحله به مرحله میپردازند. 22 اویله فقط همین 22 همگی 6 تا خانه ای دیگه همش حولی ای اگرات ای که اوجا یگون خیلی احتیاجات نیست. پلا چه اموالی ریسپوبلیکا میده پلا حکومت خود نوحیه نمیده پلا دولت جنوبی ای بودجت نوحیه ای بودجت ریسپوبلیکا میاد. یک مثال یک خونه همیشه 200-300 هزار نخگذاری کرده خونه باید 200 هزار که همین روزا دولت هم زمینش داشته هم پولش جدا کرده نخگذاری شده است. مساحت فرودگاه نظامی عینی باید تا 250 هکتار وسیع شود. این فرودگاه یکی از انشاءات‌های استراتژیکی تاجیکستان به حساب رفته و گفته مقامات میدان پرواز آن برای نشست و برخاست طیاره‌های نظامی نیز مطابق می شود. زمان شوروی این فرودگاه به حیث مکان تعمیر چرخبال‌ها استفاده می‌شد و چند سال پیش با 70 میلیون دلار سرمایه هند تعمیر و بازسازی شد و حالا در اجاره پایگاه 201 روسیه قرار دارد. در پی وسیع کردن مساحت این فرودگاه حدود 400 خانواده در حصار و رودکی به جای دیگر کوچانده می شوند.